خیلی ممنون. خب آقای حمیدرضا بفرمایید. سلام جناب و من با اجازهتون اگر اشکال نداشته باشی یک کامنت دارم توی صحبتی که دوستمون آقای احسان داشتن و بعدم یه سوال دارم در مورد صحبتی که سفیر اسرائیل در آمریکا روز یکشنبه کرده بود. جناب احسان در این مورد صحبت کردن که یه اعتراف دادن و بلیم میکنن کسایی که در واقع تو راهپیمایی شرکت کردن، پرچم اسرائیل رو همراهشون بردن یا در کنار پرچم اسرائیل به هر حال همراه شدن و اونها رو مسئول جنگ میدونن. جناب احسان، حتما کسانی که تو این راهپیمایی در کانادا، آمریکا و اروپا شرکت کردن مسئولیت حقوقی ندارن، به خاطر اینکه چه اونا شرکت میکردن و چه اونا شرکت نمیکردن این جنگ اتفاق میافتاد. حتما برنامه ریزی شده بود، ولی این هیچ چیزی از مسئولیت اخلاقی این دوستان کم نمیکنه. به هر حال اینا یه مهر تأییدی زدن، بازیچه‌ای شدن برای در واقع تبلیغاتی شدن برای این جنگ و اون چیزی که باید مورد توجه قرار بگیره مسئولیت اخلاقی کسانی هست که از این جنگ طرفداری کردن، از بیبی خواستن که بزنه و الی آخر. شما مهندس هستین، مدیر پروژه هستین، خیلی خوب میدونید که هر پروژه احتیاج به یه ریسک پلن داره. اون ریسک پلنه که نهایتا تایید میکنه که اصلا این پروژه انجام بشه یا نه. وقتی ریسکش از 1% بالاتره، خب ممکنه اصلا منتفی بشه. شما اگه نگاه مهندسی و مدیریت پروژه به این قضیه داشته باشین، آیا فکر میکنین که با تمام اون نادانسته هایی که ما حالا از لحاظ نظامی و سیاسی داشتیم، آقای فرید اشاره کردن خیلی چیزا رو ما نمیدونیم، خب چطور ممکنه که از یه پروژه حمایت بکنیم افزارش بشیم؟ این یه مطلبی بود که میخواستم عرض کنم. آقای دکتر، سفیر اسرائیل در آمریکا روز یکشنبه صحبتی کرده بود و در مورد این ضرورت boots on the ground صحبت کرده بود در این جنگ. منتها اشاره کرده بود که اینها باید در واقع نیروهای ایرانی باشند و گفته بود که این در واقع چیزی است که اتفاق میفته. It's coming. شما اینو چقدر جدی میدونید و فکر میکنید که این اتفاق بیفته و آیا واقعا اینها یک برنامه مثل شبه جزیره کره برای کشور ما هم دارن و میخوان کشور ما رو چند تیکه کنن، بخشی ازش رو جدا کنن؟ چقدر این رو جدی میدونید؟ خیلی ممنون. حالا هیچ کدوم اینا مشخص نیست، یعنی همه اینا میتونه تغییر کنه. بعید میدونم الان آمریکایی‌ها دنبال تجزیه ایران باشن و بخوان این کارو بکنن، ولی هرچی که پیش بره شرایط خطرناک بشه هر چیزی ممکن اتفاق بیفته، ولی کلی بعید میدونم بخوان دنبال تجزیه ایران باشه. حداقل اینی که من میدونم در مورد آمریکایی‌ها مطمئنم که هیچ وقت دنبال تجزیه ایران نبودن. فقط آقای ترامپ یه بار در مورد تغییر نقشه صحبت کرد که حالا همین جوریه، یه سری چیز بعید میدونم دنبال تجزیه باشن، چون خب تبعات زیادی داره اون منطقه و اونا رو درگیر میکنه و اون تصویری که میخوان سرمایه گذاری بکنن بعید میدونم بخوان این کار بکنن. ولی حالا ادامه جنگ، تداوم جنگ، اتفاقاتی که میفته، همه اینا میتونه بازی رو تغییر بده. تا اینی که الان من میبینم بعید میدونم دنبال تجزیه باشه. حالا آقای دکتر شانوشی هم جواب بهتون در خدمت. خانم زهر بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، شما جناب آقای دکتر نامور. راستش من نمیخواستم وقت عزیزان رو بگیرم به خاطر حالا این ناراحتی و تعلمات روحی زیادی که به خاطر اتفاقاتی که تو ایران داره میفته، ولی من فقط خواستم روی صحبتم به آقای حمیدرضاست که الان بیان کردن که مردم ایران مسئولیت اخلاقی دارند، حالا کسی که طرفدار جنگ بودن. خب حالا من خودم به خاطر اینکه همیشه از لحاظ بیشتر از موضع انسانی
کلا به هر قضیه‌ای، به هر اتفاقی نگاه میکنم، خب شاید از طرفدارای جنگ نبودم، ولی به هیچ عنوان اینو نمیشه پذیرفت. همیشه هم همدلی داشتم با کسایی که از جنگ حالا موافق بودن، به خاطر تمام اون ظلم و ستم و جوری که همیشه از طرف حاکمان ایران، از طرف کسایی که بهشون حکومت میکردن، بهشون روا داشته شده، به خاطر جنایات وحشتناک و قتل عامی که در 18 و 19 دی اتفاق افتاد. در اصل میشه گفتش که مردم ایران قبل از جنگ خارجی که الان بهشون تحمیل شده و زیر بمباران شدید هستن، قبلش در جنگ داخلی بودن آقای حمیدرضا، و شما نمیتونید اینو نادیده بگیرید و از مسئولیت اخلاقی صحبت کنید. شما وقتی مردم دارن به فجیع ترین شکل از طرف کسی که باید تازه اگر که اتفاقی بیفته همیشه پناهی براشون باشه، به بی پناه ترین شکل ممکن مورد قتل عام شدید قرار میگیرن و هیچ پناهی ندارن و هیچ مفری ندارن و همیشه هم همه راههای مدنی و مبارزات مدنی رو به هر شکلی که ممکنه از 20 سال 30 سال پیش دنبال کردن و به هیچ راهی نرسیدن. فکر نمی کنم که شما بتونید الان واقعا، و الان هم معلوم نیستش که توی این معادله توی این اتفاقات وحشتناکی که داره میفته کجا هستن. یعنی تلخترین قسمت قضیه اینه که الان مردم ایران، شما فکر کنید هر نتیجه‌ای که بخواد متصور باشه برای این اتفاقاتی که داره میفته، اگر که این رژیمی که الان حاکم هست به هر شکلی ادامه داشته باشه، بعد از جنگ خارجی، حتی وقتی که جنگ تموم بشه، مردم باید دوباره در جنگ داخلی زندگی کنن. من اینو خواستم عرض کنم که دیروز توی یکی از این اتاقایی که وجود داره و طرفدارای اتاقای کلاب هاوس و طرفدارای جمهوری اسلامی صحبت میکنن، حالا من نمیخوام اسم بیارم به خاطر اینکه جناب نامور همیشه تاکید میکردن که اسمی آورده نشه. یکی از کسایی که خب خیلی هم همیشه جز برای به عنوان طرفدار جمهوری اسلامی صحبت میکنن، ولی البته فارسی و سلیس صحبت میکنن، ولی خب اسمشون یه جورایی، فامیلشون یه جورایی عربیه، با ال شروع میشه. من نمیدونم اصلا ایشون ایرانی هستن یا نه. یه نفر حتی از خودشون ازشون سوال پرسید که شما اگر که فکر کنید که جنگ همین فردام تموم بشه، شما با مشروعیت داخلی که وجود نداره و هیچ پشتیبانی از طرف مردم برای حکومت وجود نداره، شما چطوری میخواین اون کشور رو اداره کنین؟ و حتی اگر که یه اتفاقی بیفته و جنگ یعنی به صورت پیاده نظام وارد ایران بشه و اینکه بخواد، شما میخواین چیکار کنین وقتی این مشروعیت وجود نداره؟ و ایشون جواب دادن که شما چرا فکر میکنید که اصلا ما به پشتیبانی مردم ایران احتیاج داریم؟ اصلا ایشون تاکید کردن که از خیلی قبل، حتی قبل از این اتفاقات، این ایده امت اسلامی به همین دلیل شکل گرفته. ما چرا هیچ وقت نمیگفتیم ملت؟ ما همیشه از امت اسلامی صحبت میکردیم. ما همین الان 500,000 نفر جنگنده و رزمنده برامون وجود داره که از عراق و از لبنان اگر که احتیاج باشه بخوان بیان و از جمهوری اسلامی دفاع کنن، و ما هیچ احتیاجی به پشتیبانی مردم ایران نداریم. که واقعا من دیروز از خشم تمام روز، با اینکه کارم به یه شکلی هستش که تدریس هستش، واقعا نمیتونستم یه لحظه‌ای فراموش کنم این صحبت. شما فکر کنید بعد الان مردم ایران اگر که عرض کردم به هر شکلی جمهوری اسلامی ادامه داشته باشه، واقعا دوباره وارد یه جنگ داخلی میشن بعد از این جنگ خارجی. این یه چیز کاملا واضح و مبرهنی هستش. بنابراین من فکر میکنم حتی بی انصافترین موضع‌گیری و بی انصافترین آدم دنیا هم الان نباید صحبت از این کنه که مردم ایران مسئولیت حتی اخلاقی یا هر چیزی دارن. شما ببینید عرصه چقدر تنگ بوده و چقدر در شرایط واقعا غیر قابل تصوری مردم زندگی میکردن و میکنن که قبل از جنگ یه کسی میگه که امیدوارم جنگ بشه و اولین موشک
بیفته رو سر خود من. شما فقط یه سری تصوراتی که حالا مردم خیر جناب هیچ مسئولیتی ندارن، مردم فقط تحت عذاب بودن و تحت بمبارون الان هستن و بعدش هم یه آینده کاملا تیره و تار در انتظار ممکنه باشه. بنابراین لطفاً یه ذره انصاف هم داشته باشین توی تحلیلاتون و اینکه مردم که واقعا هیچ گونه عاملیتی از اول، شما فکر کردین مثلا آقای ترامپ و نتانیاهو اومدن تصمیم گرفتن که بله ایشون اگر که میخواستن جنگ رو شروع کنن، کی بهشون بهانه داد؟ قتل عام 18 و 19 دی. چرا قبل از اون انقدر جدی به کمپین راه ننداخته بودن علیه مردم ایران و دنبال جنگ نبودن؟ چه اتفاقی افتاد که این اصلا این مبحث جنگ انقدر جدی شد؟ قتل عام 18 و 19 دی آقای حمید رضا. اجازه میدید آقای نامور؟ بله این بهانه رو اجازه بدین آقا، من صحبتم تموم نشده. شما دارین تکرار میکنین. نه خیلی تکرار نمی کنم. شما شاید تکرار من باعث بشه که شما یک ذره انصاف رو توی تحلیلتون. حالا شما معلم اخلاق من لازم نیست. بذارید صحبتتون تموم بشه. مسلما اگر می‌خواستید خانم زد صحبتتون تموم کنید. صحبتتون بله من همین خواستم عرض کنم و واقعا خواستم ابراز خشم و انزجار شدیدم و از این اتهامی که ایشون به مردم ایران واقعا بدون هیچ دلیلی زدن اینجا ابراز کنم. خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید. اجازه هست آقای دکتر؟ بفرمایید. ببینید، اولا که من در مورد ایرانیان خارج از کشور صحبت کردم، مشخصا گفتم آمریکا، کانادا و اروپا. در مورد ایرانیان داخل کشور حرف نزدم. در مورد ایرانیانی مثل شما و آقای احسان حرف زدم. در مورد مسئولیت اخلاقی شما صحبت کردم. من در داخل کشور نیستم، هیچ به اصطلاح نه سخنگوی مردم در ایرانم، نه مفسر حرفاشون و هیچ جنبه مسئولیتی ندارم. ولی در مورد ایرانیان خارج از کشور قضیه بسیار فرق میکنه. خطاب منم شما و امثال شما بودید که به هر حال گفتید موافق جنگ بودید. حالا شرکت هم که اگر نکردید ولی موافق جنگ بودید. حالا نه شما صحبت نه شما قطع نکنید. خانم مایکروفونتون رو ببندید لطفا. شما جنگ کجای جنبه انسانیتون دیدید خانم؟ شما که انسانیت رو درس میدید میتونید بفرمایید که این جنگی که ازش طرفداری میکردید رو جنبه انسانی آقای جنگ کجا بود؟ شما صحبت منو گوش نکردید. شما عین بازجوهای جمهوری اسلامی نمیتونید اینجا از من بازجویی کنید. همه این اتاق شنیدن که من اول اتاق گفتم که من خودم از مخالفین جنگ هستم، ولی با کسایی که آرزوی جنگ کردن همدلی کردم. همدلی یعنی چی؟ یعنی تونستم درکشون کنم به خاطر شرایط سختی که توش وجود داشتن. همه اینجا شنیدن. شما مثل شرایط سخت مربوط به ایرانیان خارج از کشور نمیشه خانم. من در مورد ایرانیان خارج از کشور حرف زدم. الان دارم فارسی تکرار میکنم. متوجه میشید؟ نه خیر، ببینید من اگر که اینجا در خارج از کشور هستم، اگر 18 و 19 دی مردممو تو ایران میکشن، من باشون همدردی میکنم. مثل شما نیستم که بگم من خارج از ایرانم پس برام اهمیتی نداره. هر اتفاقی که خارج از کشور هر اتفاقی که تو اون مملکت بیفته، من اگر انسان باشم فرقی نمیکنه که کجای این کره زمین باشم. الان که انسان هستید، الان که داره این اتفاق میفته، انسانیت شما باعث میشه که چیکار کنید؟ چه اکشنی دارید؟ آقای حمیدرضا ببینید شما چه اکشنی دارید؟ شما اینجا نمیتونید از من اولا من با شما طرف صحبت نیست. چرا اسم منو میارید؟ شما مدل بازجوهای جمهوری اسلامی مثلا من بازجوی جمهوری اسلامی نمونه توی چت هستش. شما میتونید چت رو بخونید و احساس مردم رو نسبت به خودتون. احساس مردم گفت از کوزه برون درآمد که از کوزه همون برون درآمد که در اجازه بدید پهلوی چیزی جز فحاشی ازش بر نمیاد. آقای حمیدرضا شما استدلال بکن، ایشون هم مخاطب قرار نده، بعدا شما جواب میدن. اصلا نمیخوام اتاق دعوا ندارم ایشون رو مخاطب قرار بدم. ایشون اومده شما ای استدلال ایشون کرده، استدلالش جواب بده، بعدم حالا ایشون خواسته یه جواب بده. بفهم. والا من نفهمیدم استدلال ایشون میگن که این
من حمایت نکردم از جنگ، ولی کسانی که هواداری کردن بحثشون بحث عدالت خواهی بوده و این اقدامی که بعد از 18/19 دی شده، مردم به خاطر این اومدن همچین تقاضایی کردن. حرفشون این گفتم من حمایت نمی‌کنم ولی همدلی میکنم. بله، عرض منم همینه که من نمیدونم چطور میشه آدم مثلا تصور کنه که نتانیاهو و ترامپ ازشون انسانیتی برمیاد که در مقابل ترامپ و نتانیاهو رو آقای حمیدرضا سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی به خاک ایران حرف نزنید. خانم زر چرا نتانیاهو باید جرأت به ایران حمله کنن؟ چرا باید مردم رو بمبارون کنن؟ چرا باید رو سر مردم بمب بریزن؟ نه اینا نقطه زنه. چرا این اسلامیه همونایی که شما داری براشون سینه میزنی؟ خانم زر صحبتشون تموم بشه بعد صحبت کنید. بله فایده نداره، بذار صحبتشون تموم بشه. بله آقای حمیدرضا 2 دقیقه شما صحبت کنید، بعدم 2 دقیقه تموم کنید. ببینید جناب دکتر نوبت، خیلی هشدار دادن که این جنگ میتونه چه عواقبی داشته باشه، ایران رو به کجا ببره. شما خیالتون راحت باشه، اگر جمهوری اسلامی تا حالا دادگاه انقلاب داشت، دیگه از این به بعد دادگاه نظامی برگزار میکنه. وضع مردم فقط بدتر شده و بدتر از این هم خواهد شد. ایران از بین 10 تا 15 سال در یک اختناق وحشتناک فرو میره. حالا شما بفرمایید ببینم که جنگ چه کمکی میکنه از لحاظ جنبه انسانی، چه تعالی برای مردم ما به همراه میاره. خواهیم دید دیگه. اون وقت در ضمن مسئولیت اخلاقیتون هم لطفاً فراموش نکنید. خانم زر شما 2 دقیقه صحبت کنید که تموم کنید بحث. خیلی متشکرم. چشم جناب ناور. ببینید جنگ 100% ویرانی داره. شما من فکر میکنم هیچ احتیاجی به توضیح واضحات نیست. جنگ ویرانی با خودش به همراه داره. الان بیشترین کسایی که دارن متضرر میشن از این جنگ و از این ویرانی مردم ایران هستن، چه الان که جنگ در حال انجامه، چه وقتی که جنگ تموم بشه، چه فردا باشه، چه 1 ماه دیگه، چه 1 سال دیگه. این یه چیز کاملا واضحیه، ولی هیچ وجدان بیدار و هیچ انسان با انصافی امکان نداره به این قضیه شهادت نده که سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در تمام این سالها کشور رو به ورطه جنگ و نابودی کشوندن و همچنان اصرار دارن به اون سیاست‌های غلط و دارن ادامه میدن و واقعا یک آینده تیره و تار اول از همه برای مردم ایران رقم زدن و دارن رقم میزنن و معلوم نیست تا کی میخوان اینو ادامه بدن. هیچ کس با جنگ موافق نیست، هیچ کس، حتی اون کسایی که دفاع کردن از جنگ، هیچ کدومشون منظورشون نبودن که کشورشون بمبارون بشه و نابود بشن. مردم عرصه بهشون به قدری تنگ شده و به قدری ناچار و واقعا بی پناه بودن که یه سریشون به غلط و درست، من هیچ جایگاه قضاوت خودم رو نمیبینم، تقاضای کمک خارجی کردن. 100% جنگ ویرانی داره. 100% ترامپ و نتانیاهو. آقای حمیدرضا، جمهوری اسلامی نمیدونست نتانیاهو بچه کشه، نمیدونست ویران میکنه ایرانو، نمیدونست مدرسه میزنه، نمیدونست. آقای حمیدرضا جمهوری اسلامی نمیدونست نتانیاهو میاد زیر ساخت میزنه، میاد فولاد میزنه، میاد کارخونه سیمان میزنه، میاد مدرسه میزنه، میاد بچه میکشه. مگه خاک غزه رو به توبره نکشید؟ 70,000 نفر رو مگه کشته نشدن تو غزه به خاطری که حماس از بین بره؟ جمهوری اسلامی این چیزا رو نمیدونست آقای حمیدرضا؟ حتما که میدونست، همه اینا رو به خوبی میدونست. ترامپو نمیدونست که چه انسان جاه طلبیه، همه این چیزا رو میدونست. چرا کشور رو وارد همچین عرصه‌ای کرد؟ چرا اون موقع که میتونست بره بشینه درست توافق کنه، کارو به یه جایی برسونه، چرا نرفت انجام بده که الان کشور درگیر همچین؟ اتفاقا مردم از شما طلبکارن که چرا کسایی که براشون دارین سینه میزنین سیاست هاشون باعث شده که این نابودی و این ویرونی نصیب مردم بشه امروز و معلوم هم نیست تا که ادامه داشته باشه.
خب خیلی ممنون خانم زوزو. بله خب خیلی بعد خیلی متشکرم، خیلی خیلی ممنونم، ممنون ممنون از درس وقتی که به من می‌دید. دادی، ممنون. بعدا اگه خواستید شب بعد بحث کنیم.